پیاز که الان پیدا نمیشه. فرض پیاز کیلو 5 تومن. یه دفعه 2 تومن رفته 5 تومن. الان که کیلو 2 تومن گنده است. بعد ازش بریزیم دور. یعنی که نداره اینا. نداره. خودتون نگاه کنید دیگه. گنده است نه. از توی همین برداشتم دیگه. میدونم این پیازا رو 2 تومن. خود شما کیلو چند می‌خرید؟ از کجا می‌خرین؟ شرکت آمونی. وقت شرکت آوون همین نرخو گذاشته. بله. توی شرکت آوونی شما میتونید پیازا رو سوا بکنید؟ نه. مشتری موقع خرید میتونه سوا بکنه؟ پیاز نه. شما خودتون جز کسایی بودین که میوه گرون شده بود تحریم کردین بله شما. بله. الان بازم حاضرین شما؟ بازم حاضرم واقعا. برای عید حتی من برای میوه نخریدم. فقط 1 کیلو سیب من برای عید نتونستم پیدا کنم. سیب پیدا نشد واقعا. اگر باشه خیلی گرونه. یعنی هنوزم نیست؟ هنوزم پیدا نمیشه. پس هفت‌سیمتون یک سیب کم یه دونه سیب کم داشتیم متاسفانه. خب سیزه بدر شما می‌خواید چیکار کنید؟ والا هنوز درباره فکر نکردیم. ممکن همین مدت اطراف شمرون بریم. همین تو پارک‌ها اینجا چون راه دور نمیشه رفت. علتش چیه راه دور؟ ترافیک خب و تضاداب. خانم وضع قیمت‌ها چطوره؟ راضی کننده هست؟ چند زیاده. چه گرونه؟ بعضی چیزا خیلی. نسبت به کی گرونه و چه چیزایی گرونه؟ نسبت به پیش از عید خوبه. بیشتر چه میوه‌های گرون هست؟ ببخشید. پرتقال هنوز کیلو 14 تومن، نارنگی 20 تومن. شما بازم تحریم کردین میوه‌های گرونو یا می‌خرین؟ دیگه الان میخوام. می‌خرین الان؟